شما رئیس جمهورهای عدیده‌ای رو سراغ دارید تو همین دولت‌های دموکراتیک که آراشون در یه دوره بنا به دلایلی افت میکنه، بعضن به 20% و زیر 20% میرسه، اما اون نظام آمده بگه که چون آرات پایینه شما برو کنار. الا اینکه تو سازوکارهای پارلمانی که رئیس جمهور از دل پارلمان میاد بیرون، پارلمان تصمیم میگیره. نه، منظورم ریاستی است. تو اونجا یه کسی نظامی آمده بگه چون آراتون حسب نظرسنجی آمده پایین شما بیایید کنار، مثلا یه رئیس جمهور دیگه. نه، اینا رو میسنجن، بعد چون اومده پایین یه سیاست هایی رو در پیش میگیره، جبران میکنه. چرا با مسائل کشورهای دیگه خیلی عادی برخورد میکنه؟ مسئله به جمهوری اسلامی که میرسه تحلیل های ماورایی و لاهوتی و امثال